مرد در همه حالت باید سلامتی همسرش را در مد اول گذارد. خصوصا در این ایام بسیار زنها بیمار هستند، کم خون هستند. اگر سبب‌ها را نگاه کنیم، در وقتش طعام نخوردن، رعایت نکردنی خوب. افسوس که بعضی آدمان عائله هاشون یا کلین هاشون را نگاه نمیکنند. وقتی که بیمار شد به خانه پدر گسیل میکنند. این خطای محض است. البته هر کس به قدر امکان شرایط مهیا میکند. وقتی که عائله همسر بیمار شد، در وقتش باید معالجه کند و دکتر مراجعت کند. در عائله باید جنجال نباشد، عزت و احترام یکدیگر باشد، قهر و غضب نباشد. وقتی که در عائله جنجال، قهر و غضب که شد، البته بیماری، ناآرامی ها پیدا می شود. بین همسران عزت و احترام یکدیگر باشد و عرف و عادت، ارزش های ملی خود را باید ما در عائله نگه داشته توانیم.